برای امتها بگو که خاک جنت بسیار خاک حاصل دهنده هست، حاصل بخشنده هست و آب جنت آبی بسیار شیرین و صاف و گوارا هست. حضرت گفتن که کشت جنت 4 چیز است. گفتن کشت جنت 4 چیز است: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این 4 ذکری که ما میگیم، حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن این 4 کلمه کشت جنت است. سبحان اللهش تسبیح خدا، الحمد للهش تحمید خدا، لا اله الا اللهش توحید خدا، الله اکبرش تعظیم خدا. کسی خدا را با پاکیزگی یاد کنه، کسی خدا را حمد و شکر بگه، کسی که پروردگار را به یگانگی عبادت پرستش کنه و هر انسانی که از الله بترسه، او شخصیت کشت جنت برای خودش جمع کرده است. حضرت گفتن که این 4 چیز کشت جنت است برای امتها. یعنی این وظیفه را که اینها را هم در زبان در گفتار باشن، هم به معنای اینها عمل کننده باشن.